خب دوستان عزیز، الان 3 فروردین 1403 هست، 9 نوروز، ساعت 3 شب. دیروز روزی که گذشت برای من تقریبا یکی از عجیب ترین روزهای زندگیم بود که باعث شد خیلی فکر بکنم. بعد اینجا نتایجش رو با شما در میون خواهم گذاشت. علتش هم خبری بود که خبر ناگواری که الان میدونید دیگه، سرچ کردیم ویدیو پیدا کردید، مربوط به این بود که ما متوجه شدیم آقای فرامرز اصلانی از دنیا رفتن. من به این موضوع خیلی فکر کردم، چون اصلا دچار تجربه‌های عجیب فکری روحیه‌ای عجیبی شده که خواهم گفت در انتهای ویدیو. اینجا الان قصه اولش قصه داره حواشی و اینا بهش بپردازیم و در این بحث حالا خود جلوتر خواهم گفتش که اگه با افرادی میخوان برن این در قصه در حواشیه. به هر حال آقای فرامرز اصلانی یک هنرمند ایرانی بود و از دنیا رفت. دو رویکرد در این باره وجود داشت. خب ایشون ما میدونیم که ساکن امریکا بودن، در مثلا در بازار با رونق لس آنجلس نبودن، جنوب کالیفرنیا و جای دیگه زندگی میکردن، ولی به هر حال رسانه ها اومدن لحظه اول در مثلا ایران اینترنشنال و غیره اومدن مسابقه مثلا با آقای فرزان دلجو آورده بودن، صحبت میکردن که بله، که میگفتن آقای فرامرز اصلانی فردی بوده که خیلی کار سیاسی انجام میداده، مثلا یک در واقع یک نوعی از خیلی فعالیت خیلی خاصی سیاسی داشته. بعد حالا جالبه در همه ویدیو آقای فرزانه دلجو داره صحبت میکنه کیفیت میکروفونش، من یعنی حالا الان در تهران هستم ولی میرم روستا مثلا 2 روز دیگه، خب کیفیت صدای من در یک روستای ایران از کیفیت صدای فرزانه دلجو که خودشو تلویزیون دار بودن، اینا اصلا از زمان قدیم از 5 دهه پیش سینما کار بودن، کیفیت صداش انقدر پایینه که شما اصلا نمیتونید بفهمید در این مصاحبهشون چی گفت. خب ولی در هر مطلبی که دارم میگه که آیه فرامرز اصلانی یک خیلی مبارزاتی انجام میدادن به طور خیلی جدی. بعد آقای بهمن قبادی آوردن صحبت میکردنش. بعد آقای مرتضی اومد گفتش که یه چیزی گفت من اصلا موندم در مصاحبهش. آقای مرتضی برجسته ایشون میگه که من کسی که رفته بهشون خبر داده جالب انگیزه. ایشون در تورنتو الان میاد نوروز دیگه، ایشون در تورنتو کانادا چه برنامه اجرا میکرده لایو، تو مثلا بین برنامه یه نفر موبایل میبره، فکر کنید به کسی که داره برنامه زنده اجرا میکنه موبایل میبره اونجا نشونش میده، میگه که این خبر رو به اطلاعش میرسونه. این کار وسط اجرا برنامه زنده، اونم برای آرتیست دوستان، باید مثلا مراسم سخنرانی فرق بکنه. سخنرانی که مثلا موضوع سیاسی مثلا برای انتخاباته، اون کنترلینگش خیلی متفاوته. اون فرد به طور بالقوه داره کار مدیریتی انجام میده، 1000 تا خبر عجیب غریب هم بشودن، کنترل بالا میتونه مثلا منیج بکنه که خودشونه. ولی آرتیستی که داره برنامه اجرا میکنه، یک کسی که مثلا هم نسلی خودش هستش به نوعی، وقتی این خبر روش برسونی تقریبا بقیه برنامه هیچ توقعی نباید داشته باشی به کیفیتی که شما از انتظار داری بتونه کار انجام بده، چون اصلا سنسیتایز میشه و کلا متفاوت خواهد بود. حالا به نوعی میتونه مثلا تاثیر مثبت داشته باشه برای کار. ولی خب آقای مرتضی اومد اینجا یه خود توضیحات داد که بله آقای فرامرز اصلانی خیلی از زمان اولش اشتباه گفت فرامرز آصف، نمیدونم چرا، خیلی جالب بود. ولی گفتش که یعنی چیز زیادی اضافه نکردن، چیز مهمی، چیزی که من حالا میخوام به شما بگم مثلا خیلی جالب انگیزتری، چیزی که همه ازشون دارن میگذرن، چون من خودم اینو شاهد بودم ولی ای کاش بهش پرداخته بودم. الان اینجا که دارید میبینید در یوتیوب آپارات هر جایی که هست یوتیوب نوشته آرت ساید، اینجا فقط مسائل خبری هنرمندان روش میپردازیم. آپارات هم فعلا همه چی با همه تا درست بشه. ای کاش بهش پرداخته بودم. چند ماه پیش همین آقای فرامرز اصلانی برنامه زنده داشت در یک جایی، بعد افراد توی استرالیا توی آبان تاریخش تحویل کردم، اینجا 12 نوامبر میشد 23 آبان ماه یک پرچم گذاشته بود. همین افراد، نه حالا که مثلا آقای مرتضی نوعی و فرزان دلجو نوعی، اما افراد که مثلا این نگرش خاص سیاسی دارن، شما فقط برید، من تو سانسور کردم، به نوعی سانسور به معنی مطابق با قوانین یوتیوب و آپارات تنظیمش کردم، شما میتونید بسترش بکنید بنویسید که کنسرت آقای فرامرز اصلانی پرچم، سرچ بکنید، میتونید واکنش افراد ایرانیان خارج از کشور که امروز دارن میگن که
چرا اجازه نمیدادند این فرد در ایران بیاید برنامه اجرا بکند، کنسرت بگذارد. ببینید چه رفتار کردن با کی؟ با آرتیستی، کسایی که چی؟ کسایی مدعیان آزادی هستن، مدعیان مثلا پلورالیسم هستن، آزادی. ببین اصلا خود این که شما آرتیست رو محدود بکنی، این فرد که کنسرتش در کرج نبوده که در استرالیا بوده، آرتیست رو محدود بکنی که پرچمی که این نوع پرچم هست رو باید بذاری. حالا در مورد پرچم همینجا خواهم گفت که اینجا مثلا اگه مثلا افرادی که اعتراضات کرده بودن به آقای فرامرز اصلانی در مثلا توییتر و جاهای دیگه، میتونید خودتون بخونید، میگفتن چرا این پرچم شیر و خورشید نبوده، در صورتی که اصلا اینا نمیدونن که اصلا در دوره حکومت قبلی، دوره پهلوی دوم مخصوصا، فقط شیر و خورشید نبود، یک المان های دیگه ای هم داشت. یعنی اینا از حتی خود همین موضوع رو هم نمیدونن، باورم کنید نمیدونن. حالا بهش میرسن پرچم رو. یعنی این نکات مهم بود در آقای فرامرز اصلانی، بهش که نمیپردازه. بعد آقای فرزانده جون خاطره تعریف می‌کنه، صداشم که ضعیف بود چی. آقای بهمن قبادی فیلمساز کردستانی در مورد آقای فرامرز اصلانی در تلویزیون اینترنشنال دعوتش کرده صحبت بکنه. این شما میتونید درست از دیدین که مثلا اون آرتیست هنرمندیه که فیلمسازیه که مثلا رفته با افرادی که دستن در کار اسکار هستن کار کرده و اینها، بله. ولی وقتی شما دارید با این آدم فرامرز اصلانی میخواید ویژه برنامه درست بکنید، بعد به سراغ کسی که باش بیشترین همکاری انجام دادن، مثلا داریوش اقبالی، آلبوم مشترک داشتن، کارهای جدیشون رو با هم انجام دادن. این موضوعی که من میخوام در انتهای این ویدیو بگم خیلی مهمتر از این مسائل حاشیه‌ایه. ولی خب به هر حال رفتن آقای بهمن قبادی آورده بودن، آقای مرتضی رو بردن با فرزان دلجو. بعد واکنش ها هم من مال آقای معین آوردم، نصر معین، که در واقع یک استوری گذاشت در اینستاگرام اولین ساعت سال جدید، خبر از دادن فرامرز اصلانی عزیز به یاد من داخل، کسی که عاشقانه جون سپرده هرگز نمرده، او تا ابد در قلب ما زنده است. از دست دادن فرامرز اصلانی برای همه خانواده است، به حال ابراز همدردی کرده با خانواده ایشان و همین. حالا واکنش های دیگه هم بود، ولی خب مطالبی که من خواستم اینجا بپردازم رو گفتم دو بخش بکنم. واکنش ها رو گذاشتم یه خود بیشتر هم بشه. بعد یه رویکردی که گفتم، رویکرد افراد ایرانیان خارج بود که میخواستم بگن که آقای فرامرز اصلانی اصلا خیلی در دوران مثلا کار مبارزاتی سیاسی خیلی خاصی انجام میداده، در صورتی که همین افراد اگه شما برید این زمانی که ایشون اعلام کرد در اینستاگرامش که مبتلا هست به این بیماری سرطان، ما متوجه نشدیم ایشون چه کنسری داشته، در واقع مثلا کبدشون بودن، مثلا مربوط به ریه‌شون بودن، هنوز متوجه نشدیم که بتونیم بفهمیم چقدر مدت زمان گذشته که ایشون با اون توده سرطانیش وارد مرحله متاستاز بشه. این خودش اطلاعات جالبی به ما میده. چجوری یک هنرمندی که در مهد که جایی که میگن ما اینجا دیگه مثلا اوج تکنولوژی پزشکی هستیم، تا مرحله‌ای که این توده سرطانی در بدن این فرد پخش شده متوجه نشدن که مرحله نهاییش 2 ماه طول بکشه. اصلا باور نکردی. بعد این قشر ساده، مثلا یک مهاجر ساده نبوده که آرتیست بوده. اصلا این نمیشه به راحتی ازش رد شد. حالا بحث دیگه هم بود، یک رسانه‌های دیگه رویکرد دیگه هم هست. ببخشید من طالبم خیلی پراکنده است کاش نوشته بودم، اما واقعا دیروز باور نکردنی بود برام. اتفاقی برام افتاد که اصلا خودم رفتم به فکر، حتی رفتم بریدم این یه تیکه ویدیویی که صحبت میکردم رو. وقتی مواجه شدم بهش من موندم که چرا این واکنش من از کجا داره میاد. من همچین آدمی نیستم که تقریبا من دیسفانکشنال شده بودم، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. چرا که خب همونجوری که گفتم در همین آپارات، اگه شما ببینید در یوتیوب هم همینجور، من مثلا در همین سال 1402 خب من خیلی علاقه دارم به حواشی کلا مسائل خبری و اینا، مثلا مسائل هنری. هنرمندانی که مثلا از دنیا رفتن، چه از آقای اکبر گلپایگانی، از آقای داریوش مرچویی، اصلا بهار پارسال که تا من برج 3 این کال آپارات رو درست کردم، مربوط به آقای
خبر مربوط به آقای حسین زمان و آتیل بسیاری بود، بود توی خرداد ماه. خب و چند تا هنرمند دیگه هم از دنیا رفتن اینجا. من میومدم در موردشون ویدیو درست بگم، چون که میبینید اصلا مراسماشون رفتم اونجا مصاحبه میکردم با آدما، مثلا آقای ایرج مهدیان صحبت میکردیم باشون، افراد اونجا بودن همدردی میکردن. هیچ کدوم از اینا در این سال جدید این حسی که من امروز صبح داشتم رو پیدا نکرده بودم. مراجعه کردم به خودم، چرا که مثلا اون هنرمندای دیگه نه که من دوست نمی‌داشتم، بر همشون ورزشکار بودم این هفته کرده، ولی مثلا در مورد موضوعاتش میپرداختم، مثلا وسطش میرفتم کانالای دیگه دارم مثلا موضوعات دیگه ورزشی و تیم گلگهر سیرجان مثلا به کجا گل زده توی لیگ برتر، یا یه کانال گیمینگ دارم اونجا بازی ماینکرافت انجام میدادم، یا مثلا به موضوعات دیگه میتونستم بپردازم. امروز اینقدر این موضوع رو من تاثیر گذاشته بود. روز اول فروردینه، سوم فروردینه، سوم عیده، هنوزم نمیتونم درست فکر بکنم. واقعا من هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، اینقدر تحت تاثیر این خبر بودم. بعد برام خودم جالب شد که چرا این اتفاق افتاده. این بیسیمچی مدیا رو بذار بگم، هیجل این انقدر اینجا شلوغ بلوغه، من همه نگاه به این تصاویر که میکنم هر کدوم اینا من یاد یه چیزی میندازه. بعد ببخشید این سبکی که من تازه دارم یاد میگیرم بتونم هندلش بکنم. و اینا جایی که میبینید دوربین میذارن با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز، ما امروز اومدیم اینجا فلان، اون چون فقط به یک جا نگاه میکنه و داره اصلا فکر میکنه که چه چیزی بگه، اون اثری که خواهد داشت رو که من انتظار دارم ازش رو اونجوری نداره. من فعلا سبکم اینه. حالا به هر حال بیسیمچی مدیا یک رسانه است در داخل ایران، افراد خاصی هستن. روی کرده افراد داخل از ایران، خیلی از افراد که ما نمیدونیم همه مردم چگونه بود، ولی خب برخی رسانه ها در واقع اینا میگفتن که با یک دید خاصی، مثلا یک روی کرده مثلا خاصی میگفتن که آقای فرامرز اصلانی مثلا آنچنان بوده از دید سیاسی و مثلا آنچنان ابراز مثلا همدردی نمی‌بینه با هر انسانی از دنیا رفتن هر کسی برای ناخواه کننده است، ولی خب مثلا یه حالت خاصی بود. اتفاقا من خواستم به این فکر بکنم، درست آقای فرامرز اصلانی در واقع یه دید مخالف سیاسی داشته با مثلا یه رسانه مثل بیسیمچی مدیا، ولی مخالفت این فرد مثلا چیری که چیز نبوده که مثلا برای اینایی که از بالای کوه میرن تیراندازی میکنن. ایشون نهایتا آرتیست بوده، گیتار میزده. بعد در مخالف بودنش از آقای امیر تتلو که دیگه جنجال برانگیز نیستش که مطالبی که اینشون مثلا در مورد گیتار و یه دیواره یه پرنده است، ما خب از اینا رو داریم تفسیر بکنیم به این نهایت کار مخالفتی که فعالیت سیاسی که کرده ایشون اینه، یا مثلا در یک تجمعی رفته. بعد خب معلومه کسی که در جامعه هنری ایرانیان و آمریکا زندگی میکنه، جایی که شما میبینید هنرمند در واقع در اونا اینو میگن آینی، اونا اعتقاد به آزادی بیان و آزادی افکار بدون حد و مرز هستن. اون افراد آرتیست که باید یه فردیه که آرتیست روشن فکریه که به قول آنچنان افرادی که مثلا صدا قبل بودن میگفتن چرا قوه میندازه به نقاط مثلا نقاطی که جامعه نمیبینه، بعد به اونجا مثلا افراد رو هدایت میکنه. آرتیست در کنسرت خودش خصوصیه، جلسه خصوصی، این وسط مثلا میدون نبوده که بلیت میفروشن افراد، رفته این پرچم رو گذاشته، اشکال گرفته بودن. اشکالاتشون هم میتونید بیت سرچ بکنید ببینید. دقیقاً 3 ماه قبل از موقعی که ایشون اعلام بیماریشون انجام داد. حالا در مورد مسئله بیماری سرطان خب خیلی مطالب گسترده‌ای هست، اما اینو باید در نظر داشته باشیم که به نوعی عواطف انسانی، روحیه میتونه تریگر بکنه این در واقع علائم این بیماری رو، یا نمیدونم اینا حالا برام بشه خیلی تخصصی علمیه. و حتی در بحث بهبود هم میدونید دیگه، آقا میگن کسی که داره کار درمان که مثلا کیموتراپی و درمانی سرطان هستند، میگن که اینا روحیه‌شون اگه خوب باشه روند درمانشون زودتر خواهد بود. خب برعکسش میتونه باشه دیگه، یه آرتیستی که 40 سال 40 چند سال در غربت مهاجرت کرده داره کار انجام میده، حالا یه رویکرد سیاسی هم الان داره
بعد بیان افراد حرفای عجیب و غریب، به اونم فرد صاحب سبکی که اصلا من اینجا اومدم بگم که دورچی که این خواننده نسل 4-5 نسل بعد از آقای فرامرز اصلانی، مثلا سبکش چه چیز دیگه است. من چند وقت دارم فکر میکنم ایشون از نظر آوایی، اون پرفورمنس آواییش تأثیر پذیرفته از فرامرز اصلانیه دیگه، چه برسه به اینکه ایشون در حوزه متن چه تاثیرایی در جاهای دیگه گذاشته، نه این سبک دورچینا، دورچو کسی بیت و آقای چرسی و هیپاپولوژیست، اینا ادبیاتشون چه قرابتی با فرامرز اصلانی و پاپ دهه 40-50-60 نداره. اما از نظر آوایی، حالا تأثیری که در واقع از نظر ادبیاتی ایشون گذاشته روی ترانه پاپ در دهه همین 80 و 90 خودمون، در دهه 90 خودمون، خب فرد صاحب سبکی به این نوع، به این اهمیتی رو که انتظار داره از جامعه که باهاش لااقل این گونه که رفتار کردن نکنن. ببخشید این خود هنگ کرد سیستم، ببخشید این امشب شب عید بوده، توی نوروز بوده، من برنامه به هم ریخته است، دارم به زحمت اینا رو رکورد میکنم، بعد ببخشید. ببین آقای فرامرز اصلانی نخواستیم، آقای دورچی اسمش مروارید، این ترک میتونید بهت گوش بکنید. لحنی که آقای فرامرز اصلانی داره، اگه روز یه خونه ای بود که تابستون، یه جاهایی که مثلا اینجوری واژه ها رو ادا میکنه همون جوری. خب ببین مثلا دورچینا مثلا افرادی نیستن که بله مثلا تو حوزه آواز، تو حوزه تولید، پرودیوس کردنشون میتونه تاثیر پذیرفته مثلا از موسیقی هرجایی باشه، اما تو فارسی ما فقط چند نوع خواندن داریم، خواندن فقط چند خواننده داریم. من فکر میکنم این نوعی که آقای دورچی پیدا کرده، به من نوعی دارم میگم و مثال دارم میگم، شما برید مطالعه بکنید همین آهنگ مروارید رو با نوعی که لحن واژه ها رو ادا میکرد، اون اکسنت مثلا واژگانی که داشت آقای فرامرز اصلانی، بعد میفهمید که چقدر اهمیت داره. بعد همچین فرد صاحب سبکی بعد از 45 سال بیان در کنسرتش مثلا افراد مثلا واکنش‌های اینجوری نشون بدن و غیره. خب این دقیقاً اتفاقی که افتاده مثلا 2 ماه بعد از اینکه ایشون، قبل از اینکه ایشون اعلام بکنه که مبتلا به بیماری سرطان هستش. خب این جالب نیست؟ حالا این خبر رو من دیدم، باعث شد که بعد ایشون از اون طرف میده، بعد از داخل هم مثلا رسانه‌های مثلا بیسیمچی مدیا اینا باید ببینید آقای فرامرز اصلانی اولا که از دنیا رفته، مخالف بود از نظر سیاسی با آنچنان که مثلا رسانه نوعی بیسیمچی مدیا هست، ولی مخالفی به نوعی که گفتم نیستش که ساز میزده، آهنگ میزده، مطالبی میخونده در لوای خیلی مثلا مسائل خیلی خاص نمادین و غیره. بعد حالا به هر حال هم از دنیا رفته، بعد طرفدار هم شنونده هم داره حداقل بین ایرانیان خارج از کشور. خب جالبه ببین مراجعه بکنید به آهنگای قدیمی ایشون در همین اسپاتیفای و یوتیوب و اینا، ببینید چقدر داره پلی میشه. خب حالا ایشون یه رویکرد سیاسی داشته، گفت آن شاعر اهل افغانستان آقای نجیب بارور اسمش، گفت هر کجا مرز کشیدن بیا پل بزنیم. حالا این فرد از دنیا رفته، کلی هم فن بیس داره و کلی هم تاثیرگذار بوده، حالا رویکرد سیاسی دیگه ای داشته. خب اینو ما نباید بیم مثلا یه کاری بکنیم که عجیب غریب باشه به نوعی، نباید واکنشی که نشون دادن و واکنشی که نشون داده شده از طرف بیسیمچی مدیا رو هی تکرار بکنیم. من فکر کنم منظورم تونستم برسونم. خب اتفاقی که امروز برای من افتاد، رفتم دنبالش که چه وقت دیگه ای برای من اتفاق افتاده بود، مشابه همون شرایطی رو داشتم که زمانی بود که حبیب از دنیا رفت، حبیب محبیان، مثلا مال سال 2018 فکر کنم مثلا 95 اینا میشه، 95-96 رفتم تاریخش بریم. اون زمانی که حبیب از دنیا رفت من همین حالت امروز رو داشتم و رفتم بهش فکر کردم. امروز هم چند ساعت گذشته کامل بهش فکر کردم و حتی رفتم این قسمت ویدیو قبلی رو بریدم، اینم بگم اینو ببندم که هنگ نکنه. این ترک آقای دورچی در افرادی که خارج هستن، خارج میخوان برن ببینن،
در همون یوتیوب برید بزنید، اسمش ترکش مرواریده. اینم با اینترنشنال آقای مرتضی برجسته صحبت کرد و دیتا خاصی نداد، فقط گفت چه زمانی من اطلاعات دادن که این اتفاق افتاده، فرزان دلجو مثلا نگاه نکنید چون انقدر کیفیت صداش پایینه که شما باورتون نمیشه که این فرد در آمریکاست. فکر می‌کنید مثلا در خیلی یه جای دیگه است. خب فکر می‌کنید مثلا در کجاست، اونور هندوستان که مثلا امکانات نیست و اون مثلا کشورشون در سیم قطع میشه و غیره، کجاست بهش میگن برمه، میانمار، بگونی مثلا از اونجاست. خبرنگارایی که اونجا میفرسته بین هند و پاکستان اینجوریه دیگه، همه صداشون قطع میشه. ببین نه بابا ایشون در خودش بازیگر سینماست، فیلمسازی کرده، برنامه‌سازی کرده در تلویزیون شبخیز و بعد مصاحبه بکنه اصلا نمیشنوی صداشو، باور نکردی. خب ولش کن. آقای فرزان دلجو اینم که گفتم میتونید به سرچ بکنید. الان وارد این مبحث فلسفی میشم، حیرت کنید چه چیزی فکر کردم امروز. ببین آقا جان، این گویا نیوز و اینا رو توییتر اینا رو گذاشتن که شما میتونید ببینید همین افرادی که در واقع مدعیان آزادی بدون حد و مرز، آزادی بدون مثلا محدودیت هستن، چگونه یک رویکرد منفی داشتن به آقای فرامرز اصلانی وقتی که یک پرچمی گذاشته که حالا به نوعی به عقیده این افراد پرچم مورد علاقهشون نبوده، که اگرم این پرچم شیر و خورشید داشت پرچم پهلوی دوم نبود، چرا که شما اگه مراجعه بکنید پرچم پهلوی دوم علاوه بر شیر و خورشید دو المان دیگه داره، دو المان دیگه علاوه بر شیر و خورشید داره. حتی افرادی که مثلا اینجا رفتن گفتن ما طرفداران مثلا شاهزاده پهلوی هستیم، چرا پرچمش با پرچم پدر شاهزاده پهلوی اون نیستش که شما فکر میکنید. خیلی جالبه این موضوع. حتی اینم نمیدونن، فقط رفتن گفتن چون که آقای فرامرز اصلانی چون اون چیزی که ما دوست می‌داریم و تو انجام ندادی، ببین حتی تقریبا گفتن چی پرچم مجارستان، از پرچم برعکس مجارستانشون استفاده کرده که مثلا بگن که آقا آرتیست لس آنجلس هستن. خب ما مثلا باب دیلن خیلی هم شبیه های لیونارد کوهن در کانادا، خیلی برام جالب بود همیشه. داره اصلا یه پرچم جدید معرفی میکنه، خب یه پرچم دیگه است داره معرفی میکنه، پرچم نیست اصلا، این اثر هنریه. مثلا نقاشی وانسان ونگوگه مثلا مال سالوادور دالی گذاشته اونجا. اینا رفتن اونجا به هنرمند ایرانی در آمریکا میگن چه پرچمی گذاشتی اونجا. بعد الان همه شدن چیز این که چرا افراد مثلا دستن در کار مسئولین، چرا به این فرد اجازه ندادید در ایران برنامه اجرا کنه؟ کما که ما می‌دونیم که ایشون در ایران بوده. خب اون زمان قدیم مسائل موسیقی پاپ با الان متفاوت بود دوستان. یعنی من الان فکر می‌کنم مثلا الان آقای فرامرز اصلانی مثلا همسنه، مثلا چه می‌دونم همین فرض کنید آقای طهماسبی و افراد جدید، حالا نمیخوام اسم بیارم، تو حوزه پاپ، خب گرشا رضایی و غیره، عرفان طهماسبی و ناصر زینری اینا بود، حتما مجوز میگه. مگه این مثلا نوع تفاوتی داره با اونا؟ این آقای فرامرز اصلانی مال زمانیه که اون زمان اصلا موسیقی پاپ وجود نداشت در کشور ایران. اوایل دهه 50 شناخته شده نبود، در واقع به طور رسمی شناخته شده نبود موسیقی پاپ. ایشون حالا مال اون دوره بوده دیگه، حالا اگه الان بود که در واقع برنامه‌اش میتونه اجرا بکنه، محدودیت همینجوری که معین اصلا میخواد بیاد. تقریبا با این اتفاقات اخیری هم مطمئن شدم معین میخواد بیاد و هر چی زودتر من علاقه دارم ایشون بیاد که ما که واقعا بدونیم که یک آرتیستی که دوست می‌داره در این کشور، در اصفهان کنار مثلا هر شهر خودش بره اونجا وایس آوازم نخونه، بتونه این کارو انجام بده که هی بیشتر از این ناراحت نشی. حالا خواهم گفت خب 20 چی میلیارد ببندم که مثلا پرت نشه. آقا از این به بعد دیگه مسائل فلسفی در حد کانت و هگل خواهد بود، نوروساینس و اینجور چیزا. من بعد اول با مثلا چت جی پی تی گفتگویی می‌کردم، بعد این ویدیو می‌ساختم ولی درست نشد. خب این صوبیه رو پخش کنم. خب این خلاصه مطلبی که میخوام بگم به شما بگم که کسایی که دوست ندارن میخوام برن. ببین آقا من 30 سالم هست، امسال میشم 30 سال. ببینیم این داره ضبط میشه. چرا امشب این لپتاپ من اشکال فنی پیدا کرده نمیدونم، حالا ضبط میکنم اب نداره. ببین آقا جان من 30 سالم هست. برای اولین بار
انسان از زمان کودکی با مرگ مواجه میشه، مرگ دیگران، پدیده‌های مختلف. اما از یک جایی به بعد بعضی مرگ‌ها چون بر خودتون ممکنه پیش اومده باشه، احساس میکنید یک چیزی از شما کم شده، یک چیزی از جهان شما کم شده. خب من امروز به این فکر کردم که به این اصلا آقای فرزانسی موضوع نبود اصلا، راستش رو بخوای من به این داشتم فکر کردم که چرا این در واقع از دنیا رفتن آقای فرامرز اصلانی مشابه موقعی که آقای حبیب از دنیا رفت، مشابه چند تا از دوستای دیگه من که از دنیا رفتن، همینا رو گذاشتم کنار هم، گفتم این چه وجه اشتراکی در این فقدان هست که من انقدر حس متفاوت دارم که اصلا عملکرد ذهنی نمیتونم داشته باشم، انگار که اتفاق خاصی افتاده. و به این نتیجه رسیدم که در واقع یک دفعه یک مدلای در نورساینس هست که حالا افراد خواستن، حالا من میگم افراد خواستن میتونن تعقیب بکنم تا با من تماس بگیرم و زنگ بزنیم به یک نورساینتیست متخصص مغز و اعصاب، از ایشون هم وریفای بکنیم مطلبی که میخوام بگم. در یک ماژولی در مغز انسان هست که اون ماژول کارش اینه که ما حس بکنیم چه چیز جزوی از جهان ما، جزوی از ما هست یا نه. مثلا فرد دستش، مثلا افرادی که مثلا نقص عضو اینو پیدا میکنن، چون خودم خیلی وقت مثلا دستتون که مثلا خوابیدید روی میز، مثلا اینجوری دستتون خواب میره، حیرت میکنید و وحشت میکنید از اینکه میگی دست من چرا کار نمیکنه. این همون حسیه که در واقع اون یعنی که عملکرد فیزیکی مغز انسانه که میگی این دست انگار کم شده، نیست، این شما رو به حیرت میندازه. این دندونی که آدم میکشه احساس کنه یک چیزی ازش کم شد. حالا من اینو آوردم امروز توی دنیای شناختی. به این فکر کردم که آقا من چرا آقای مثلا اکبر گلپا خیلی من دوست می‌داشتم، فیلم آقای مهرجویی دوست می‌داشتم، من موسم سال می‌خوام بگم همین چند نفری که مواجه بودیم با خبر از دنیا رفتنشون چند وقت، اثر این خبر دیروز نداشت. و مشابه این اتفاق بود وقتی که چند تا از دوستای دیگه من از دنیا رفتن. و به نتیجه رسیدم که از زمانی که شما این کانشسنس و این خود آگاهی شما این جهان رو میشناسه، بعضی افراد رو تقریبا که از نمیدونم از چه سنیه، بعضی افراد رو فرض نمی کنید که اینا تا ابد در جزو به آینده است. به آینده نگاه میکنید، مثلا میگه 30 سالگی، مثلا میگه 40 سالگی، 50 سالگی، اون افراد بعضی رو نمیبینید. خب مثلا در 18 سالگی، مثلا 15 سالگی میگفت، هیچ وقت نمیگفتم 30 سالم بشه مثلا اکبر گلپا هم هست، مثلا آواز فلان آهنگ رو میخونه و فلان. ولی حالا فرامرز اصلانی خواهیم رسید، میخوام میگه خود عقب‌تر. ولی خیلی از دوستای خودم رو اینجوری میدیدم، اولین باری که من با مرگ به این نوع آشنا مواجه شدم رو خاطرش رو شما بگم. خب من از کودکی خب خیلی از اقوام نزدیکمون از دنیا میرفت، آدم ناراحت میشه، دچار فقدان میشه. ولی خب به یه جوری انگار میدونستم که خب اتفاقی که معلومه که میفته دیگه. تا اینکه من رفتم سربازی خب افرادی که قبلا من شما شده بودم افراد مسن‌تر از خودم، بعد کوچیک‌تر بودم. سربازی مثلا 16 من 22 سالگی رفتم سربازی. در سربازی دوستی داشتم که همش با هم بودیم اونجا، با من آموزشی و غیره، دوره آموزشی که خیلی سخت هستش. اصلا افراد در همونجا کلی اون سختی سربازی که اونجا هست همینجوری شما رو از حالت اینکه به طور طبیعی به این جهان بدید فکر بکنید سختی میده، این شبیه سازی جنگی دیگه. اونجا من با یک دوست خیلی صمیمی بودم، همیشه هم تو ذهنم بود که همیشه اینجوری فکر کردم که بله سربازیمون تموم شه، بعد از خدمت هم ما تا سالها با هم رفیقیم، مثلا 10 سال دیگه هم مثلا بزرگ شدیم میشناسیم هم دیگه رو 30 سال. همش من تو این فکر کردم که این دقیقاً تو ذهنم بود که حالا مثلا 30 سالم بشه هم با هم آشنا هستیم، بچه‌هامون بزرگ شدن، مسن شدیم، تو پارک قدم میزنیم. اینا همش تو این تا اینکه من سربازی اومدم یکی 2 سال از دوستم خبر نداشتم ازش، یه سال خبر نداشتم، اطلاع پیدا کردم متوجه شدم که ایشون از دنیا رفته. اونجا اولین این من بهشون نشون بدم، اصلا حیرت آور، این حس عجیبی نمیدونم داشتید یا نه. مرگ عادی نیست. بعضی مرگ احساس میکنید
یک قسمت از پازلی که در جهان پیرامونی خودتون در نظر داشتید نیست، برداشته شد. خب دوباره دیگه هم این اتفاق برای من افتاد. دیروز که این خبر ناگوار ما اومدم اینجا درش ویدیو درست کردم، دیدم همین حس رو من داشتم در مورد آقای فرمانرز اصلانی و همین حس داشتم در مورد آقای حبیب مایبیان. حالا من ویدیو رو پلی میکنم، ببینید که اصلا باور نکردید من همیشه میبینم اینجا مثلا من را از دنیا میرفتن دانش صحبت میکرد، اینجا انگار صبح، اینجا 8 صبح، اصلا یه حالتی هستم موندم چی شد، چه اتفاقی افتاده. مثلا بهش متاکاگنیشن یعنی فکر کردن به فکر کردنه. شما دوربین رو میاری از خودت بیرون، حالا این دوربین واقعی آوردن بیرون خودم ببینم، ولی به صورت مانوال و طبیعی شما تو دست خودتون انجام بدید. وقتی از چیزی عصبانی هستید، از چیزی خوشحال هستید، براتون حس عجیبی پیش میاد در زندگی، دوربین رو از خودتون میتونید ببرید بیرون، ببینید که این اینرتات، این فکری که در درون دارید، حسی که دارید، حالا چه فکر، چه حس، چه هر چیزی، این از کجا میاد، علتش چیه. این من دوباره دیدم، رفتم بهش فکر کردم، زیبا پلیش بکنم، اصلا میمونم. دوستان من واقعا باورم نمیشه دارم اینو میخونم. طبیعی داشتم میخوندم، بله همیشه اینجوریه. مثلا آقای هنرمند از دنیا مثلا اینجا بیانیه‌اش رو میخوام، من میگم مراسمش چه وقتی برگزار میشه. اینجا اصلا نمیدونم، من منسجم که زیاد صحبت نمیکنم به طور طبیعی، اینجا که دیگه اصلا. بعد عذرخواهی میکنم. من باورم چیزه امیدوار من اینجا این خیلی از صادقانه گفتم در 30 سالگی امروز نوروز. آجا میگم که ای کاش از دوباره از خواب بیدار میشدم. چرا باور نکردنیه بر من؟ از سوال بود برام که آقا چرا من خودم فهمیدم این طبیعی نیست. آقا چون می‌خواستم من در مورد فعل 10 اگه مثلا 6 4 5 ماه پیش بود، مثلا یه خبر مهمه هنرمنده از دنیا رفت، بعد دستش میرفتم در مورد یه کار دیگه در مورد موضوعات جنگ اوکراین، جنگ فلسطین، مثلا خبرهای ورزشی. و تقریبا این فرمایید ای کاش بیدار شم ببینم امروز نمیدونم امروز کاش انگار وجود نداشته. یعنی واقعا این حس صادقانه داشتم گفتم. اینجا رفتم به این فکر کردم، دیدم که آقای فرمانرز اصلانی از زمانی که من با موسیقی آشنا شدم، علاقه‌مند شدم به مثلا، من خودم هم تو کار دوستان وزن و عروض و اینا تئوریسین هستم و ترانه سرایی و تولید ملودی و اینا خیلی علاقه دارم و آموزش دیده هم هستم. ولی جهان امروز دیگه جهان تولید موسیقی پاپ فکر نمی‌کنم باشه. حالا من انتخاب کردم که در حوزه مدیا اینو فعالیت بکنم، ولی حالا میخوام بگم که از زمانی که اینو میشناختم این موضوع رو، که ما یک فردی داریم که ایشون خب میدونید زمان قدیم یه آقا مثلا آقای صادق نژادی که آهنگساز بوده، آقای فرید زولان ترانه‌سرا بوده، مثلا اینا با هم دیگه اثر تولید میکردن، با خواننده که اصلا نمیدونستن کیه خودشون صدا میکردن، گفتن بیا اینو بخون، اونجوری تولید میشده. ولی ما از یه دوری به بعد مثلا افرادی میان که خیلیشون آقای فریدون فرخزاد که تو استان عراق تفرش همشهری ما هست، این افراد رو کشف میکنه در برنامه میخک اونجوری میاد اونجا پروموتشون میکنه. اونجا ما افرادی میبینیم که برای اولین بار میان که در واقع نوعای جدیدی رو از نوازندگی و تولید آثاری رو انجام میدن که چه از نظر تکنیکالی چه از نظر محتوایی خیلی نوآورانه است. های پردازنده خارج بوده و برمیگرده اون زمان قدیم، خب آشنا شده بوده با نوازندگی نوع دیگه ای از گیتاری که اصلا ما هم نداشتیم اینجا. که قبل شما برید مثلا 20 سال قبل از برنامه شعیب خک نقره‌ای اینجا در ایران مثلا تصنیف بوده نهایتا دیگه. نوازنده های سنتی سازای کمانچه و تازه اون دوره اومدن کتبی کردن و تئوری موسیقی رو نوشتن. تقریبا ما اصلا نوازنده گیتار نداشتیم که اینا چند نفری بودن رفتن اونجا یاد گرفتن، در خارج گرفتن تجربهشون رو نوازندگی کردن. و افراد دیگه بودن که اینا دانش آموخته جاهای دیگه بودن در حوزه موسیقی در واقع کلاسیکال در اروپا، نه به شکل پاپ. اینا یعنی واقعا کار بزرگی کردن. از اون دوره ما آشنا میشیم با فردی که یعنی من خودم همیشه جالب بود که بله کسی هست که هم ترانه‌سراست، هم در واقع هم شاعره، هم آهنگساز، هم خواننده همون اثره. این برام خیلی جالب بود، همیشه پدیده بود. بعد خیلی این حس خوبی که در خیلی از کاراش بود
و در واقع چیزی که در کار آقای داستان کارهایی که انجام داده رو اگه شما برید بخونید باورتون مصاحبه‌اشو برید گوش بکنید، همین اگه یه روز بری سفر از روی ریتم برف پاکن ماشین مثلا درست شد و غیره، چه خودش خیلی مهمترین المانی که شما در کار آقای، حالا یه ویدیو بعد درست بکنم مفصل در مورد در واقع اثرشناسی ایشون، مهمترین عنصری که در کار ایشون دیده میشه مسئله مهاجرت من میبینمش و نوستالژیا. چون نوستالژیا یک زندگی گذشته رو داره و شما میتونید ببینید که ترجیبند کل کریر هنری ایشون اون از یه پرنده است. حالا باید دیسکوگرافیش بکنیم. یه پرنده است که بن بالشو بسته دست دیروز و حتی نمیاد بیادش فردا، میاد تا به ترانه دیوار میرسه، یه دیواره اونو، این موتیو تکرار شونده ای که از یک جایی تا یک جایی ادامه پیدا کنه. حتی کار آخرشون که یار و اینا هم بود، باز ببینی که همونه که داره در اون احساسی که داره تکرار میشه و این برای من همیشه دوست داشتنی بود از زمان قبل و همیشه تو ذهنم بود که مثلا در امروز 30 سالگی که آقای فرامرز دستانی مسن شده، بعد وجود داره تو این جهان، کار انجام میده و فلان. دقیقاً این اتفاق که از دنیا رفتن ایشون باشه موقعی اتفاق افتاد که من اتفاقا تصمیم گرفته بودم که حالا به موضوع مسئله بیماری ایشون رو پردازیم که سبک لایف استایل خودم رو تغییر بدم به خاطر اینکه بتونم کمتر مواجه بشم با هوای آلوده تهران. ها از همین مثلا یکی دو ماه قبل اصلا که تهران، شهر تهران که اصلا بس آلودگی نیست که اصلا بس دیگه من تصمیم گرفتم اصلا برم در شهرستان زندگی بکنم، برم گردش مثلا جای دوردست ایرانو بگردم غیره. همزمان این اتفاق افتاد و مواجهه من با این که در مثلا فکر میکردم ایشون تا 12 سنین خیلی بالاتر هم هست و فلان، یه دفعه ببینیم که وجود دیگه نداره در این جهان که کار انجام بده. خود آقای حبیب محبیانم همینطور. من اون زمانی که تازه موسیقی آشنا شده بودم باهاش، از زمان مثلا خیلی کمتر این کار این افراد میشیدم، همیشه فکر میکردم مثلا حبیب زمانی که خیلی مسن شده، موهاش سفید شده، ماها بزرگ هستیم. فرامرز اصلانی دیگه خیلی خیلی مسن شده، ماها دیگه مثلا رسیدیم به سن اینا. دیروز وقتی آقای حبیب از دنیا رفت من فهمیدم که اینجوری نیست. دیروز که آقای فرامرز اصلانی این اتفاق برش شد، بازم متوجه شدم که آقا این جهان آنچنان که ما فکر بکنیم نیست و نخواهد بود و هر لحظه ممکنه که قسمتی از جهان ما مفقود بشه اصلا. حالا این به ما قصد آموزندش اینه که ما یاد بگیریم که بدونیم که در واقع لایف استایلمون رو ببخشید این هم ریخته معلکی صبر میکنم هم درست میشه یا نه جوری تنظیم میکنیم. صبحم گفتم آقا هر کسی اگر از مثلا محصولات خوراکی استفاده میکنه که ترکیبات سرطانزاست، این کارو نکنه، لایف رو تغییر بده به نوعی که ما خیلی از مواد خوراکی استفاده میکنیم اینا ترکیبات سرطانزا، شهرهایی که زندگی آلودگی بس ترکیبات. ولی خب روند بیماری سرطان الان ما به کمک آرتفیشال اینتلیجنس و چه میدونم این هوش مصنوعی که استفاده میشه در صدای مثلا تتلو رو میان باش آهنگ آقای فرامرز درست بکنن، همینجوری میتونه جلوی بیماری ها رو، روند تشخیص و حالا ما میدونم چند سال دیگه بتونه ریورس بکنه پدیده تولید سلول سرطانی رو. خب یا حتما اینجوری خواهد بود، در خود زمان میبره. اما مطلبی که از میشه استفاده کرد اینه که ما بتونیم دوره‌ای اگه در ایران هستید که به راحتی دکتر داخلی پزشکی داخلی ساده میتونه برای شما چند سونوگرافی بنویسه و عکس MRI بنویسه و حالا آزمایش‌های دیگه به راحتی شما هر 1 سال 6 ماه یه بار میتونید چکاپ بکنید ببینید که خدا کنه اتفاق براشون افتاده یا نه. این مسئله آقای فرامرز اصلانی مسئله آموزنده دوم بود برای من و اینکه همین که بدونیم آقا این دنیا زیاد نباید بهش در واقع روش حساب کرد و بدونیم که و قدر همدیگه رو بدونیم. من گفتم امیدوارم این هر چیز، یعنی من اگه وزیر ارشاد بودم مسئولیت دستم بود همین الان امضا می‌کردم این بیا، یا مثلا وزیر خارجه بودم یا مسئول هر چی، اگه مثلا ایشون ماموریت قانونی نداشته باشه
جایی که لحظات رو استفاده کرد. خب دیگه ویندوز من خیلی اشکال فنی شدید شد، بعد ببخشید سعی کردم آنچنان که شما که هیچی متوجه نشدید چی گفتید، من خودم متوجه نشدم. یعنی آدم ضبط میکنم بعداً بیام بهش مواجهه بکنم که چه چیز باعث شد که من امروز به چه چیزهایی فکر بکنم. اما برای آموزنده است. همین این اتفاقی که افتاده در این بهار طبیعت رو من میکنم در واقع نشانه ای که برم در طبیعت اصلا زندگی بکنم که سبک زندگیم از این به بعد طوری باشه که کمتر مواجه بشم با این بیماری و کمتر ناراحت بشم از دست دیگران، کمتر مثلا در واقع به نوعی باشه که توقع داشته باشم از دیگران که باعث بشه کاری که انجام میدن ازشون ناراحت بشم. تغذیه سالم، ورزش و در واقع قدر دیگران رو دانستن. حالا ما دید رو ثبت میکنیم ببینیم که واکنش ها به درگذشت آقای فرمرز اصلانی از چه نوع دیگه خواهد بود. رسانه‌های داخل ایرانی که حالا من زیاد چک نکردم ولی اون مثلا رسانه‌های مستقل تر که نشون دادن مثل بیسیمچی مدیا و اینا، رسانه‌های چیزتر در واقع غیر رسمی مثل بعضی رسانه‌های غیر رسمی خیلی هاشون نپرداختن، خیلی هاشون اطلاع رسانی کردن و حالا تسلیت گفتن به علاقه‌مندان ایشون و غیره، ولی بعضیا مثلا انگار ایشون مخالف بوده حالا که از دنیا رفته هی بروکر منفی تر داشت. خب هنرمند ایرانی بوده دیگه، خب ژاپنی نبوده که حالا ایرانی بوده با مثلا نظر سیاسی خاصی داشته. اینکه مثلا خاص بعد از دنیا رفته، اصلا از دنیا رفته دیگه، در جهان نیست، هست به یاد و خاطرش هست اما خودش به نوعی در بین ما دیگه حضور نداره. چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. پس قدر همدیگر را بدانیم، همش خودمون رو بریم چکاپ بکنیم. 2 این کانکلوژن نتیجه گیری. 3 به این دنیا دل نبندیم، قدر همدیگر را بدونیم و همین. به آرتیست جماعت کالیفرنیا هم نگیم چرا پرچمه، شاید اصلا ایشون این موکت آورده داره اصلا یک نظریه سیاسی جدید میده. اون افرادی که در اونجا هستن که ادعای تحقیق دارن که بله هر کسی میتونه هر نظری داشته باشه، خب ایشون نظرش این بوده که یه پرچم اونجوری بذاره. بعد شما میرفتی ایشون رو چیز بکنی که چرا این پرچم، اونم بود برنامه خصوصی خودش که بلیت میفروشن افراد میرن اونجا، مثلا خدمات عمومی نیستش که مثلا مال شهرداری نیستش که شما به توقع داشت بدهکار نیست به شما آرتیست، که اونم آرتیست اونجاست اصلا فرق میکنه با ایشون اصلا حقوقش متفاوته وقتی پس مثلا پاسپورت اونجا رو داشته باشه. نمیدونم آقای فرمرز اصلانی تبعی اون کشورها بوده یا نه. اصلا کلا شما باید به عنوان آرتیستی نگاه کنی که جزء کالچر اونجا بوده به 40 سال. بعد شما بریم اونجا فرد مسن که این هم کار انجام داده، چند نفر برن اونجا بگن آقا چرا این پرچم گذاشتی، در تجمع فلان جا اومدی چرا مثلا این کارو نکردی، این حرفو نزدی، این حرفو زدی. خب ناراحت میشه. اگر هم هنرمندان خیلی روحیه خاصی دارن دیگه و ممکن ناراحتیش در اون لحظه شما متوجه نشی، ممکنه درونش تاثیر بذاره و روی فیزیکش در واقع تاثیرات منفی بذاره که بعدا خودش به صورت ما می‌بینیم مثلا ناراحتی های روحیه انسان میتونه روی فیزیکش تاثیر بذاره و بالعکس میتونه ایشون مثلا آزرده شده باشه بعد از اون اتفاقی تو کنسرت که شما دید، میتونید اصلا سرچ کنید، حیرت میکنید خودتون. و وقتی این به این سرعت همین 2 ماه نیست، من خودم یادم اینجا اومدم نشون دادم، یادم نیست مال کی، قبل از بهمن ماه بود ایشون اومد اعلام کرد من دچار بیماری هستم میخوام برم بعد درمان. حالا شاید قبلا ایشون میدونسته این بیماری داره و اعلام نکرده بوده، شاید هم همون متوجه شده، اما در 2 حالت یکی چرا اعلام نکرده قبل از اون تاریخ، بعد اینکه حالا اعلام کرده وقتی که به این سرعت این بیماری این عمل کرده این بیماری این گونه بوده، در واقع ایشون در مرحله انتهایی متوجه شدن، خودش مسئله است دیگه، همش مسئله است. چون نشون میده ما همین اطلاعات کافی نداریم. منم همه رفتم خوندم کامنت ها بیشتر همین درد و دل و همدردی و اینجور چیزاست و در مورد بایوگرافیشون توضیح داده بودن و غیره. کسی مثلا نظر خیلی مهمی نداده بود که ما اینجا مثلا بررسی بکنیم نظرشون. حالا اگر
واکنش خاصی مثلا مواجه شدیم باش در مورد مدیا، اینجا من میام بهش میپردازم در همجا که ببخشید اینجا من اگه موضوعات دیگه باشه من مینویسم، دست‌بندی میکنم، اولویت بندی میکنم، کات میزنم، ادیت میکنم. خیلی وقتا که خیلی ضروری و مثلا ایمرجنسی باشه، فقط برای اینکه بس به چی میگن یک دفتر یادداشت اینا من ذخیره میکنم که بمونه برای بعدن، که حداقل خودم بتونم بهش مراجعه بکنم، اینکه ببینم چه زمانی چه چیزی گفتم. اگر شما با من همراه بودید وقتتون گرفته شد منو باید ببخشید، و اگه هر نظری هم داشتید بنویسید. چیزی اصلا به ذهنم نمیرسه، ولی چند اتفاق دیگه هم افتاده در حوزه مدیا امروز که بگذره، حالا یه خورده یک فردا و پس فردا اتفاقای دیگه رو کم کم میام بهش میپردازم تا اونجا که بشه. خیلی موضوعات جالبی داره. من خواستم توی این عید بیام به میم ها بپردازم، میمایی که پخش میشه، حتی با پسر خاله‌ام که اوشم خیلی به موضوعات فکری، کریتیکال تینکینگ و موضوعات فکری علاقه داره. بعد خواستم سوال پرسیدم مثلا یزدان به نظر جوک مثلا میم ها چرا خنده دارن؟ چند روز باش صحبت کردم، خیلی بعضی از میم ها رو با هم دیگه بررسی کردیم تو دنیای خودمون که چرا بعضی میم‌ها به نتیجه رسیدن. من خواستم بدونم ویدیو درست بکنم که در سال 1402 میمایی که اومدن، و چون چند سال قبلم من یه مقدار کار کرده بودم تئوریک روی موضوع اینکه چرا انسان میخندد، خب چه چیز باعث میشه انسان بخنده، کار کردم. بعد اینو آوردم امسال تطبیقش دادم. مسئله میم در مدیا مثلا منتشر میشه، چیزایی که خنده دارن، آیا اینو میشه اپلای کرد به اون؟ اینو میشه گفته که هم به همون دلیلی که جوک ها خنده دار بودن، به اون دلایل، به همین دلایل هم این ویدیوهای تصویری که بعضی وقتا که مثلا از این قسمت مصاحبه در میاد مثلا جدی میفرمایید، همینو میان بهش جاهای دیگه میپردازن، یا تیکه فیلم ویدیویی مصاحبه جای دیگه توی پیاده روی مثلا افتاده زمین یه حرفایی میزنن، میان مثلا باش کلیپ درست میکنن، خواننده رضا پیشرو غیره. این میما مثلا هر کدومش نشون میده که ما از نظر جامعه شناختی هر کدومش چه اطلاعاتی میتونیم کسب بکنیم. اینو بازم تو عید بیام مستاقی باش درست بکنم. مثلا این ویدیویی هست آشپزی در شمال سوسیس درست میکنه، ببین آقا اصلا خود بررسی این چه جالب شد. خب من بررسی کردم بسیار جالب رسیدم، چون خود موضوع آقای جدی میفرمایید، آقای احمد مجید و خیلی از افراد دیگر اونجا بررسی کردم که آقای فرامرز اصلانی مقدار اینا عقبن رو و فرصت نکردم. حتی خواستم ویدیو در مورد نوروز حتی تحقیق کرده بودم که این تقویم جلالی از کجا اومده، اول عید که 6 ساعت کم داشت، و تجمعات و اتفاقاتی که جشنایی که برگزار شده بود در حافظیه شیراز، در ورودی تخت جمشید، در جاهای دیگر رو بیام اینجا بهش بردازیم که دیگه فرصت نشد. همش هم داره هی اتفاقای جالب میفته به صورت اپیزودیک. حالا از فردا سه شنبه 403 من تهران هستم ولی میرم شهرستان، اونجا به تدریج موضوعات جالب انگیز رو میام در ویدیو درست بکنم که اینا بمونه اینجا به یادگار. خب همین فعلا، خدا نگهدار. اگه تا تازه با من آشنا شدین، یوتیوب من درست کردم آرت سایت، فقط مسائل هنری. الان کانالای دیگه دارم، کارهای دیگه انجام میدم. هنری هم نه اینکه من اینجا مثلا شعر بخونم، آواز بخونم، من بلدم ولی این کار انجام نمیدم به خاطر اینکه به نظرم دوره اون مسائل گذشته. الان جهان داره وارد یک سطوح دیگه ای میشه با این سوشال مدیا. به مسائل هنری اینجا من فعلا میپردازم تا ببینیم بعداً میشه چه کارهایی انجام بده. من دانش آموخته سینما هستم، دانش آموخته موسیقی هستم، ولی دنیا داره مدیا محور میشه. موسیقی هم الان همین خدای فرامرز اصلانی در بین ما نیست، ولی به شما قول میدم از چند وقت دیگه این اپلیکیشن در واقع پلتفرمایی که تو ای آی توشون ماشین لرنینگ میکنه، صدای ایشون رو لرن میکنه و مثلا صدای مثلا یه خواننده دیگر رو بعد میاد آهنگ اونو میخونه. به شما قول میدم از این به بعد، چون مثلا افراد خیلی علاقه‌مند هستن با فرامرز اصلانی، از آقای فرامرز اصلانی ما آهنگای جدید خواهیم شنید ولی صدایشون نیست. ای آی هر کاری که بکنه توی حس رو نمیتونه تولید بکنه و پاراداکت نمیتونه، یعنی چون کریتیویتی نداره، کار خلاقانه نمیتونه انجام بده. اون چیزی که لرن میکنه رو میتونه انجام بده، حدس بزنه که اگر این گونه بود چه میشد. خودش نمیتونه تولید بکنه. یعنی فرامرز اصلانی ما دیگه نخواهیم داشت.
که صداش رو تولید بکنه، ولی خب با اون شکل مثلا تصنعیش ازش کارهای مختلف خواهیم شنید و به هر حال اگر مراسم خاکسپاریش هم اینه که ویدیوی حواشی اینا داشت رو من میام اینجا بهش درست کنم. دیگه خسته شدم دوستان، خسته شدم. این کاش مثلا اینا رو فرصت نمیشه من اینا رو ادیت بکنم، اولش چی بذارم آخرش چی بذارم، یا بگیم به صورت لایو اینا رو در یوتیوب برگزار می‌کنیم خیلی خوب میشون. این یوتیوب من دوست کنم فقط همین حواشی مثلا هنرمندان. آپارات فعلا قاطیه، اما تو آپارات هم دارم جدا درست میکنم. فکر کنم تخصصی بیشتر وقتم بذارم رو همین موضوع حواشی هنری، چون قشر زیادی از جامعه توجهشون به مسائل هنری زیاده، مسائل ورزشی هم همینطور. خب فعلا هم خواستم تا پیج خودم معرفی بکنم. فعلا همگی خدا نگهدار.